هی واتساپ، خوش اومدیم به این ویدیو جدید. باورم نمیشه این حرف رو زدم. چرا باید عشق ابدی ترند میشه؟ ضعیف ضعیف ضعیف. در صورت اومدیم در مورد میم ها در فیلم های خصوصا ایرانی اشاره کنم که چرا بامزه نیست. چون اگه نمیدونین من یه میم قهارم داخل اینستاگرام 3500 تا فالوور دارم و آره هیچ کس به گرد پای منم نمیرسه. دسته اول کسایی هن که میمو کپی میکنن که باید بگم حال آدم به هم میخوره وقتی که شما یه میمی و دقیقا همون میمو کپی میکنین. مثلا مشکل داری آقا تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. ببینید به نظر من تو فیلم ها نباید از تیکه کلمه‌های میمی استفاده بشه. ببینید چی میگم، اصلا نباید از میم استفاده بشه. البته خب یه سریا میتونن این کارو بکنن مثل مارول که چیز بدی از آب در نیومد، که بگم زیادم همچین تاثیرگذار نبود. به نظر من اگر یه فیلم خوب باشه باید یک میم از روش ساخته بشه، نه که از یه میم کپی کنه و بذاره داخل فیلمش. هرچند که دلیل بر خوب بودن یه فیلم نیست این که میم بشه. مثلا فیلم های خنده‌دار داریم مثل این. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. یا یه فاجعه داریم مثل این. لف من خونه باید در پیتتون بابای مرد کسافت ماشاءالله 100 دفعه گفتم مثل بابای من. همونطور که مشخصه یه معیار نیست، ولی خیلی وقتا هم جوابه، خیلی وقتا هم نیست اصلا. خب حالا که اینو دیدین شاید به خودتون بگین که حتما نباید یه فیلم جدی میم خنده دار باشه، ولی اینم حتی درست نیست. ما خیلی میما داریم که از روی فیلم‌های ناراحت کننده ساخته شدن یا اینکه از روی فیلم‌های غمگین ساخته شدن ولی میمای خوبی از آب در اومدن، مثل اینا. کسافت چی داری میگه؟ رو بندازم این دیوید. این چی داره میگه؟ دروغ میگه. تو یک دروغگوی کثیفی. خفه شو. لب کلام اینه که شما که دارین فیلم میسازین میمر نیستین، اصلا خنده‌دار نیست. وقتی که یه میمو کپی میکنین نمیتونین درست ازش استفاده کنین، ولی اگر از خلاقیت خودتون استفاده کنین و خودتون بتونین داخل فیلم یه میم درست کنین خیلی بهتر در میاد تا اینکه بخواین اونو کپی بکنین. فکرم نکنم حرفی دیگه بمونه. آره لطفاً لایک و ساب یادتون نره، چیزی از شما کم نمیشه ولی خیلی چیز به من اضافه میشه. تا درود دیگر بدرود.